احتمالا نمیدونستی، ولی توی 3 تا اختلاس اخیر ایران یه عددی به وجود میاد که مغزت سوت میکشه. تا آخر ویدیو رو با من همراه باش. پرونده چای دبشو که هممون رو یادمونه، رقم اختلاسش 3.4 میلیارد دلار بود. یعنی با دلار 65 تومانی هم بخوایم حساب کنیم رقمش میشه 221,000 میلیارد تومان. خب 15 میلیون یورو ارز صادراتی گم شده. اینو خود نماینده تبریز بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم مطرح کرده بود. 15 میلیون یورو رو ضرب در یوروی 70,000 تومانی بکنیم حدود 1,50,000 میلیارد تومان میشه. اشتباه نشنیدی، 1,50,000 میلیارد تومان. حالا طلای گم شده بانک مرکزی که تکذیب کردن یا شاه سلطانی عنوان کرد گفتیم گم شده، ولی معلوم نشد آخر داستانش چیه. یعنی نیومدن بگن چرا تکذیب کردن، فقط گفتن تکذیب میکنیم. 61 میلیون گرم طلا که همون 61 تن میشه، ضرب در هر گرم اون موقع 3 میلیون تومان بوده بکنیم میشه حدود 183 میلیون میلیارد تومان، یعنی مبلغ خیلی زیاد. خب حالا اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، 221,000 اونور چای دبش، 1,50,000 اونور ارز صادراتی، 183 میلیون میلیارد این ور مال طلاها، با هم دیگه حدوداً 184 میلیون میلیارد تومان میشه فقط توی این 3 تا اختلاس. خب مقایسهش کنیم با بودجه کشور. بودجه کشور توی سال 403 حدود 3,400,000 میلیارد تومان بوده. یعنی این 3 تا اختلاس اگه پولش میمون معادل 5,400 سال بودجه ایران بود. آره درست شدید، 5,400 سال بودجه کشور. اگر این پول رو مستقیما مثلا می‌خواستن به خود مردم بدن، یعنی به 90 میلیون ایرانی هر کدومشون مثلا میرفتن بهشون پول میدادن، حدود 2 میلیارد تومان پول میرسید. اینا نه شوخی نه اغراق. خودتون هم میتونید برید عددها رو از اول با هم دیگه چک کنید، ضرب و تقسیمش انجام بدید، برسید به اون عدد. علی برکت الله.